إنا أنزلناه في ليلة القدر ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. وما أدراك ما ليلة القدر و تو چه دانی که شب قدر چیست؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر شب قدر از 1000 ماه بی قدر بهتر است. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای انجام تمامی دستورهایش نازل می شود. سلام هي حتى مطلع الفجر آن شب تا طلوع صبح مملو از صلح و سلام است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.